زخم معده گپ میزنیم چگونه به وجود میاد و علتهای اساسی برای به وجود آمدن زخم معده چی است. این شد ساختمان میری یا معده ماست، اسافگس یا میری و پایینتر از میری هم معده موقعیت داره، استمک یا معده. معده شامل چندین بخش اولی به نام کاردیا یاد میشه، کاردیا. بخش پایینتر از کاردیا به نام فندس اف استمک. پایینتر از او به نام باردی اف استمک و آخرین قسمت معده هم پایلوریک ریجن یا ناحیه پایلوریک است، پایلوریک ریجن. در زخم معده یا گستریک السر چی وقت و چگونه به وجود؟ فرضاً این ساحه معده تخریش پیدا کرده، زخم شده، گستریک السر. چگونه معده زخمی میشه و بالاخره اسبابی که ما را تا به زخم معده میرسانه کدام هست؟ یک روی هر کدامش گپ میزنیم. اولین علت زخم معده انسیدز یا ادویجات مخصوص ضد التهاب است که برای درد استفاده میشه، معمولا دردهای استخوان مثل بروفین. همچنان اکثر افراد مبتلا به امراض قلبی و عروقی برای مدت طولانی از اسپرین استفاده میکنه. اسپرین اینا از جمله ادویجات انسیدز است. همچنان در دردهای مفاصل از سیلیکوکزیب استفاده میشه. همچنان نپروگزین دوایی است که بیشتر برای درد زانو و درد دسک کمر و دردهای برخاسته از مفاصل استفاده میشه. اینا در دراز مدت میتونه سبب زخم معده بگرده. خب اگر هم احتیاج برای خوردن داشته باشیم، هم ضرورت باشه که ما این دوا را بخوریم، ضرورت جدی یا ضرورت مبرم داشته باشیم بر از این دواها، چگونه بتانیم با خوردن از این دواها حتی از بروز زخم معده جلوگیری بکنیم؟ اولین کاری که میکنیم باید امپتی استمک یا به معده خالی قطعا از این دواها خوردنش. بروفین، اسپرین، نپروگزین، سیلیکوکزیب، دیکلوفیناک یا مسکن ها، یکی از اینا هم توسط مریض باید به معده خالی خورده نشه. بهتر است بعد از نان بخوریم که حداقل سبب تخریش معده نگرده. در پهلویش اگر تکلیف مزمن یا طولانی داریم، مثلا درد زانو داریم، استیو ارترایتس، این مفصل زانو است، خب این هم پتیلا. اگر فرد مبتلا به التهاب زانو یا مفصل زانو یا استیو ارترایتس باشه و نیاز مبرم داره که بر مدت طولانی از انسرد استفاده کنه، اینا میتونه از شربت های السنک یا سوکرالفیت که معمولا برای تقویه از حجرات معده است، السنک استفاده بکنن. علت دومی که زخم به وجود میاره در معده میکروب اچ پایلوری است یا هلیکوباکتر پایلوری. اچ پایلوری یک میکروب سپرینگ شکل است، این یک ساختمان داره و از خود شاخک های مخصوص داره که به نام فلاجیلا یاد میشه یا فلاجیلز. فلاجیل ساختمان های شاخک مانند است که توسطش اچ پایلوری حرکت میکنه، موتیلیتی یا حرکت اچ پایلوری توسط ازی فلاجیلا ها صورت میگیره. اما قسم اچ پایلوری از ساختمان خود یک انزیم خیلی مهم به نام یوریز ترشح میکنه، انزیم به نام یوریز. این انزیم یوریز امونیا را میسازه که امونیا خودش ضد تیزاب است و از چی؟ از یوریا امونیا NH3 را میسازه که NH3 یا امونیا القلی است. القلی هم ضد تیزاب است. خود اچ پایلوری مواد ضد تیزاب تولید میکنه، تیزاب خنثی میسازه تا حداقل زمینه را بر زندگی خود در معده یا یک محیط مملو از تیزاب مساعد بسازه. در پهلوی این که از خود انزیم ترشح میکنه تا حداقل از شر تیزاب در امان بمانه، مواد دیگه به نام لایپو پولیساکاریدز هم توسط میکروب معده ساکاریدز تولید میشه و این لایپو پولیساکارید
بر معده صلاحیت ادهیژن یا چسبیدن میده که بر اچ پایلوری صلاحیت ادهیژن یا چسبیدن میده. یعنی اچ پایلوری زمانی که از محیط بیرونی وارد معده میشه توسط از این شاخک ها حرکت میکنه خود به جای مخصوص معده که عبارت از ای معده ماست. قسمت آخری معده پایلوریک ریژن و بادی جای خیلی مناسب است برای التهاب عفونت اچ پایلوری. زمانی که اچ پایلوری خودش را به اینجا میرسانه توسط مواد به نام لیپوپولیساکارایدز میچسبه به کجا؟ به لایه میوکس و از اونجا بالاخره به داخل حجرات خود میرسانه. در پهلوی این هم اچ پایلوری مواد زهری به نام اگزوتاکسینز هم از خود ترشح میکنه. اگزوتاکسینز، این اگزوتاکسین یا مواد زهری خیلی آسیب های جبران ناپذیر را به حجرات معده میرسانه. دو نوع مواد زهری که تا اینها شناخته شده و توسط اچ پایلوری ترشح میگرده اونا به نام واگ ای و کاگ ای یاد میشه. واگ ای و کاگ ای دو ماده زهری است زمانی که میرسه به این قسمت معده. اگر امی ساحه را تحت میکروسکوپ ببینیم حجرات اپیتیلیم یا حجرات سنگفرشی معده که اینی نوع یک ساختمان داره و در هر کدام از این حجرات هسته و دینه و تمام اجزای یک حجره موجود است. لایه بالاتری که از حجرات اپیتیلیم قرار داره لایه خیلی مهم و وظیفه خیلی حیاتی داره به نام میوکس یاد میشه. میوکس مایع چسبناک و لزجی است که توسط حجرات خود معده ترشح میشه، توسط حجرات به نام میوکس و همچنان توسط حجرات گابلت. این پرده یا یک لایه میوکس است. وظیفه میوکس حفاظت از این حجرات از تیزاب، همچنان از مواد زهری چون تاکسین ها، باکتریا و ویروس، مواد سمی و زهری، هم از اینا را در خود جمع میکنه و توسط تیزاب موجود در داخل معده، ای داخل معده است، داخل معده ای هم دیوار معده است، حجرات معده و حجرات ما توسط از این لایه به نام میوکس پوشانیده شده تا حداقل حفاظت بکنه از شر تمام مواد اجنبی و مضری که قرار است در آب و غذا به داخل معده بیاید. اچ پایلوری چی کار میکنه؟ زمانی که اچ پایلوری میرسه توسط شاخک های خود میرسانه خود به ای ساحه میوکس. زمانی که به میوکس رسید توسط موادی که ترشح میکنه یعنی لیپوپولیساکارایدز یا مواد چسبنده به این ناحیه خود میچسبانه و از خود انزیم یوریز که قبلا به او اشاره کردیم ترشح میکنه. یوریز یوریا را با آب یک جا کرده به امونیا NH3 و کربن دی اکساید تبدیل میکنه. خب این ضد تیزاب است، خاصیت القلی داره و القلی هم ضد تیزاب است. زمانی که اچ پایلوری مواد ضد تیزاب از خود ترشح کرد این ساحه را خنثی میکنه و وقتی که خنثی شد توسط از این شاخک های خود میرسانه خود به حجرات معده. زمانی که به حجرات معده رسید توسط مواد زهری به نام واگ ای و کاگ ای نظام داخل حجره را مختل و بی‌ثبات میسازه. زمانی که نظام داخل حجره بی‌ثبات شد توسط سیستم دفاعی ما یا ایمیون سیستم بی‌ثباتی حجرات معده تشخیص و شناخته میشه و توسط حملات سیستم دفاعی قرار میگیره. یعنی اچ پایلوری در پهلوی این که خودش تخریب میکنه زمینه را مساعد میسازه که سیستم دفاعی ما بالای حجرات ما حمله کنه و
انفلمیشن یا التهاب به وجود. انفلمیشن یا التهاب، این التهاب گاسترایتس یا التهاب معده میگه که توسط اچ پایلوری به وجود آمد. هم اچ پایلوری سبب شد که سیستم دفاعی ما بیاید روی از این حجرات حمله کنه، اینا را از بین میبره، و از طرف دیگه مواد زهری که توسط اچ پایلوری ساخته میشه به نام واگ ای و کاگ ای خود از اینا میایه و سبب اپاپتوسیس یا مرگ و میر حجرات ما میگرده. التهاب و انفلمیشن که به وجود آمده دوام میکنه و دوامش بالاخره سبب گستریک ألسر یا زخم معده میگرده. گستریک ألسر یا زخم معده. میایم مشخص روی معالجه یا تریتمنت اف گستریک ألسر گپ میزنیم. اگر احیانا از دواهای درد استفاده میکنیم و معده ما زخمی شده، باید اونا را توقف بدیم. اگر اچ پایلوری داریم و سبب عفونت معده گشته، اونا را باید توسط ادویجات مخصوصی که برای اچ پایلوری موجود است معالجه بکنیم. از تابلت های سوکرالفیت مواد سایتوپروتکتیو یا حجرات معده را حفاظت میکنه که 1 گرم پیدا میشه و در انسان های بالغ 3 بار روزانه به شکم خالی باید خورده شود. اینا کمک میکنه در حفاظت حجرات. در پهلوی این از شربت های انتی اسید هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی اینا معالجه کوتاه مدت و برای تسکین نقیصه است. 2 قاشق بعد از خوردن غذا 3 وقت. این معالجه را شروع کرده باید نزد دکتر مراجعه بکنیم تا حداقل ایتیولوژی یا علت زخم پیدا بکنه. اگر علت زخم اچ پایلوری بود، اچ پایلوری را میتونیم توسط رژیم های مخصوص اچ پایلوری که تا الحال پیشنهاد شده از طریق طبابت از بین ببریم. رژیم خیلی مؤثر به نام تریپل رژیم یاد میشه یا تریپل تراپی. در تریپل رژیم انتی بیوتیک 2 نوع انتی بیوتیک میکس میشه با پی پی آی یا اومپرازول، پانتاپرازول و ایزومپرازول و دکسلانساپرازول و اینا بر مدت 7 الی 14 روز بر نظر به شدت تکلیف به مریض تجویز میگردد. همچنان در تریپل تراپی اگر با در انتی بیوتیک ها بیشتر مورد استفاده اموکسیسیلین قرار داره، اگر با اموکسیسیلین حساسیت داشته باشیم میتونیم ایره عوضش لیوفلکزاسین استفاده بکنیم. انتی بیوتیک دومی که با لیوفلکزاسین با اموکسیسیلین یکجا میشه لیریترومایسین است. لیریترومایسین جمع اومپرازول یا ایزومپرازول یا پانتاپرازول، اینا برای مدت 7 روز یا 14 روز به مریض داده میشه با پرهیز مشخص از غذاهای بریان شده یا سرخ شده در روغن باید اجتناب یا پرهیز بکنیم. یک چیز خیلی مهم در مورد اچ پایلوری باید بگوییم که اچ پایلوری مثبت همیشه به معنای تکلیف نیست. اکثر مریضا را مواجه میشیم که اونا یک ورق دارن، در ورق هم نوشته شده پازیتیو. خب وقت علائم اچ پایلوری را میبینیم که عبارت از دلبدی، نازیا و بالاخره استفراغ، هیچ نزد مریض نیست. همین رقم گاستروپرسیس یا کمبود حرکات در عضلات معده بعد از خوردن نان که سبب گرنگی و سنگینی معده میگرده و معمولا مریض شکایت میکنه که نان سر دلم سات شده. اینا در پهلویش اگر به زخم تبدیل شده باشه مریض برنینگ اپیگاستریک پین داره. برنینگ اپیگاستریک پین به معنای درد سوزان در ناحیه قفس سینه و پایین تر از او، برنینگ اپیگاستریک پین. این درد با خوردن نان زیاد میشه، توسط فود انتک درد زیاد میشه و توسط شربت های انتی اسید برای یک مدت چند ساعت دردهای معده برخواسته از زخم معده تسکین میگردد. همچنان علامه دیگی که در مریضان مبتلا به اچ پایلوری موجود است ملنا یا مواد غایطی سیارنگ که معمولا خونریزی مایکروسکوپیک در مواد غذایی رنگ سیاه به مواد غایطه میده. در پهلوی این همه مریض وزن خود از دست میده چون هضم درست صورت نمیگیره.
ویت لاس یا مریض در مدت کوتاه وزن خود از دست میده در التهاب برخاسته از اچ پایلوری. اگر این علائم نزد مریض موجود است و معاینه مثبت است، اونا باید معالجه شود. در غیر از او 50% و بیشتر حتی از 50% انسان‌های تمام دنیا، انسان‌های افغانستان نه بلکه تمام دنیا، ورلد پاپولیشن، به اچ پایلوری مبتلا است، یعنی اچ پایلوریشان مثبت است. تنها در بین از اینا کسای قابل معالجه است که این علائم داشته باشه، مثلا دلبدی بعد از خوردن نان، استفراغ بعد از خوردن نان که معمولا این استفراغ مریض خیلی تسکین میکنه، ریلیو میسازه، جمع گرنگی و سنگینی سر میده یا خود میده، همچنان بلوتینگز، بادهای میده، غر و غر شکم و میده، اینا از جمله علائم اچ پایلوری است. اگر اچ پایلوری سبب زخم شده باشه، برنینگ گستریک پین یا درد سوزان در ناحیه میده خصوصا با خوردن نان زیاد میشه و با خوردن انتی اسید کم. رنگ مواد غایطی سیاه رنگ قیری که به ملنا یاد میشه و هم از اینا بالاخره دوامش سبب کمبودی وزن میگرده، چون دایجستشن یا هضم درست صورت نمیگیره. زمانی که هضم درست صورت نگرفت، ابزوربشن یا جذب درست صورت نمیگیره و بالاخره دوام از این مقیسه بر مدت طولانی سبب باختن وزن میگردد، وزن مریض کم می باشد. اگر علائم نداریم و اچ پایلوری ما مثبت است، هیچ نیاز به معالجه موجود نیست و هیچ نیاز هم نیست که تشویش بکنیم از این ناحیه. این دو علت اساسی برای زخم معده است که توسط آن زخم معده به وجود میاد. اگر انسرد یا ادویجات تسکین درد سبب زخم شده باشه، فوراً باید اونا را توقف بدیم. اکثرا خانم ها در مریضی ماهوار خود چون مبتلا به PMS یا پری منسترول سیندروم هستند، درد خیلی شدید کمر و شکم در هنگام مریضی ماهوار احساس میکنن، دسمنوریا داره. اینها بیشتر از مسکن به نام بروفین استفاده میکنه. بروفین هیچ وقت هم شکم خالی نخورین. ادویجات دیگه که در صنف بروفین موجود است، اندومتاسین، سیلیکوکزید، نپروکزین، دیکلوفیناک، سودیم و پتاسیم، هم از اینا را به معده پر بخورین. بعد از خوردن نان بخورید، اینا را که سبب تخریش معده میگردد. ممنون.